درود دوباره بچه‌ها، ما اومدیم به همراه اکیپمون امینرضا پسرداییم. سلام دوباره بچه‌ها. ترنم دختر خالم. سلام بچه‌ها. امیدوارم حال همتون عالی باشه. ما اومدیم امروز روز آزمون هستش. ویدیو قبلی رو ببینید، ما آنباکس داشتیم و وسایل رو بچه‌ها معرفی کردن. امروز میخوام آنباکس اونا رو داشته باشیم و ببینیم که بچه‌ها چقدر یادشون مونده که چی برای چیه. امروز روز حساب و کتابه. خب بچه‌ها، این محصول اولمون که نشون داده بودم چی بود؟ جاروبرقی پوست برای فشیال. کلینیک پوست. آفرین. الان میخوام تستش کنم. همیشه رو دختر خانم‌ها این محصول دارین تست میشه. من امروز میخوام رو امینرضا براتون تستش کنم. بچه‌ها می‌بینین که چند تا سری مختلف داره، شارژر داره و وقتی بگیم جاروبرقی پوست سری شوشه. یه همچین حالتیه که 3 تا حالت داره مختلف. الان ببینیم براتون. بیا جلو. چند پوست کسی بیاشو میاره بیرون. حتما داشته باشی، چه دختر چه پسر. محصول بعدیمون این چی بود بچه‌ها؟ این فکر کنم اونجوری که شما گفتی اتوی پوست و برای فشیال. امین شما هم نظرت همین بود؟ خب بچه‌ها، به خاطر اینکه اینا میدونن یکی در میون از این به بعد ازشون سوال میکنم که کی چیه، که ببینم چقدر توجه کردن به ویدیویی که گرفتیم. اینم بچه‌ها باز شارژر داره و 3 تا حالت داره که روشنش میکنین و تو شارژ میزنین. لیفتینگ داره و کلینینگ داره و یه چیز دیگه هم داره که من اسمشو متصل نمیتونم تلفظ بکنم. محصول بعدی رو رندوم میارم بیرون. نوبت امینه جواب بده. این چی بود؟ این برای آبرسان پوسته. آفرین. این سرم پوسته بچه‌ها. مدل هیالورونیک اسیده و هیالورونیک اسید هم دختر پسر نداره بچه‌ها. لازمه پوسته و الان یه باز بشه. باکس تو باکسه. آره بچه‌ها ببخشید من یه ذره خشن برخورد می‌کنم دیگه. حجمش انقدره و فوق‌العاده برای پوست خوبه. این سراغ محصول بعدی که ترنم باید جواب بده. این فکر کنم یه لحظه صبر کنید. این برای لب بود که پوسته‌های لب رو از بین می‌برد. بچه‌ها من خیلی برای این هیجان دارم، چون که اگر تو عکساش درست نشون داده بود چه یه بیلبیلک خیلی بامزه داره واسه لب. واقعا منتظر بودم زودتر اینو آنباکس کنم. چون جعبشو نمیخوام دیگه، معذرت میخوام باید پاهش کنم. این افتاد. بچه‌ها بیلبیلک داره. چه خوشگله. پسرا میتونن آبیشو تهیه کنن. من خیلی در بند رنگ و جنسیت نیستم، ولی پسرا میتونن آبیشو تهیه کنن. چه بامزه است. بچه‌ها من همین الان میخوام تصمیم گرفتم تستش کنم. بچه‌ها خیلی بامزه است. خیلی هم نرمه. خوش رنگه بچه‌ها. من واقعا دوست ندارم این صورتی رنگ دخترست، آبی رنگ پسرست. واقعا بگیرید استفاده بکنید و از این حواشی دور باشید. این فعلا محصول فیوریتم بود تا الان. شما چطور؟ دوستش داشتین؟ بله. با شما دو تا؟ نه خیلی خوب بود. میرم سراغ محصول بعدی. نوبت امینه. این چی بود؟ ماسک پوسته. آره بچه‌ها این ماسکه خب هم مال صورته هم مال بدنه. بعد به صورت پودری هست، باید با آب قاطی بشه. روشن کننده است و با جلبک‌های دریایی. ای وای 5 تا توشه. خیلی باحاله. باید با آب قاطی بشه. حالا بذارید به جاهایی که تیرگی دارید، اما من خودم برای صورت استفاده میکنم. سراغ آنباکس محصول بعدی. این چیه ترنم؟ فکر کنم برای صورته. بچه‌ها این ژل صورته که میتونید به جای ماسک صورت هم ازش استفاده بکنید. هفته‌ای 2 الی 3 بار میتونید استفاده بکنید. یه همچین پکی داره. برند اورموس هستش که خیلی برند معروفیه. جدیداً واقعا داره خیلی با کیفیت کار میکنه. اینا به صورت ژل هست دیگه، راحتین میریزید روی صورتتون و ماساژ میدین و میذارید بمونه. ترز استفادهش رو روشون نوشته. قیس جالبیه. قیمت خیلی مناسبی هم داره. پسر دخترم چی بچه‌ها؟ نداره. باکلا.
بچه‌ها محصول بعدیمون این چی بود همین؟ نمیدونم برای ما برای صورته. این برای موه. کلا این حالتایی که بچه‌ها اسپری دارن معمولا برای موه و اینکه حقم داره ندونه، چون این برای موهای معمولا بلند خانوماست. این بچه متاسفانه جنسیت داره مگر اینکه موهاتون بلند باشه. و بچه یادم رفت که گره بازکن بود یا سرم بود. این سرم این سرم مدل موی سریتایی که تستش کنیم ببینیم سالمه یا نه. رو موهای ترنم تستش میکنم. بوی خیلی خوبی داره. آره بعد اینا برای محافظت، ببین پسرا هم میتونن بزنن ولی چون معمولا اینو نباید به ریشه مو بخوره و امیرزا که موش کوتاه، معمولا هم پسرا همین قد موهاشون، به نظرم بهتره که استفاده نشه. ولی اینکه میتونید بزنید فقط رو ساقه موهاتون. این چی بود ترنم؟ اینم فکر کنم برای سفید کردن دور چشم بود، کرم دور چشم. سفید کننده دور چشمه بچه‌ها، ولی برای سن ترنم و امین زیاد. اگه کسی که میخوان سن ترنم و امین رو بدونن عدد یک رو کامنت کنه. برای سن اینا نیست، معمولا از سن مثلا 25 سال به بالا اینو استفاده میکنن و اینو من خیلی تو کامنت ها تعریفش شنیدم، تا حالا استفادهش نکردم. استفادهش بکنم بهتون میگم حتما. یه همچین پکیجینگ خوشگلی داره. آره خیلی خوشگله. آها آره حالت کرمی هم هستش. طرز استفادهش رو نوشته که صبح بزنید یا شب، اما سفت کننده است به هر حال. سفید کننده نیست. این محصول رو بهتون نشون دادم، بازش کرده بودم. تایی جواب بدید چی بود؟ این برای کرم آبرسان زیر چشم. آره. بچه‌ها این مدل اسپریه، من تا حالا استفاده نکردم ولی دیدم کامنتاش خیلی خوب بود. مناسب سن بچه‌ها نیست، 25 سال به بالا هست و اسپری می‌کنید به دور چشمتون و بوی نعنایی داره. مواظب باشید تو دهنتون نره، چون الان تو دهنم یه مزه تلخ نعنایی گرفت. خب دوستان این یکی ترنم این چی بود؟ اینا فکر کنم گره واکن موه یا سرم موه، یه چیزی همین چیزا باید باشه. این اسپری گره بازکن مو هستش که بازم اگه پسر جونا موهای بلندی دارن براشون مناسبه، موی کوتاه دارید نه، چون همونطور که می‌بینید گره بازکن مو هستش و پکیجش خیلی باحاله. روش از این حالتای چیزا. آره دیگه من بچه‌ها می‌دونید. بذارید یه تست بزنیم رو سر ترتر خانوم ببخشید. بوش خوبه و بوهاشون خوبه بچه‌ها، خدا کنه بمونن. خودش هم ان خوب باشه. طرز استفادهش هم نوشته، برندشو نمیدونم، برند معروفی نیست ولی کامنتاش خیلی خوب بود. همین چی بود؟ سرم ویتامین سی. آفرین بچه‌ها، من این برندو چند باره دارم ازش خرید میکنم. واقعا محصولات با کیفیتی میده، حجماشون هم فوق‌العاده است. برای مامانم هم خریده بودم، مامانم هم راضی بود. قیمتش خیلی مناسبه نسبت به حجمی که داره. پکیجینگش هم واقعا قشنگ و با کیفیته و به صورت قطره چکانی هم هست. این چی بود ترنم؟ این هم باز دوباره سرم پوسته. این دوقلوی همون سرمش که اوایل ویدیو باز کردن اون مدل هیالورونیک اسید بود. این یکی مدل نیاسینامید اسیده. خیلی هم اسمش سخته بچه، تلفظ کنید نیاسینامید. خیلی سخته، من چجوری یادش بگیرم؟ نیاسینامید. اینا برای پسر دختر خوبه، تو هر حالا به نظرم 13-14 سال میتونن استفاده بکنن بچه‌ها، چون بازه میشه و مجبورم. پکیجینگش خیلی قشنگه بچه‌ها، ولی در نمیاد توی پلاستیک. حجمش انقدر فوق‌العاده، من راضیم از این برند واقعا، دستشون درد نکنه. بعدی معرفه حضور همتون هست. ماسک صورت 10 تا دونه است دیگه. اینا رو بعد یه روز در میون استفاده بکنی، بذارید تو پوستتون یه روز بمونه. آخرین محصول هر کی گفت آبرسان موه. باریکلا بچه‌ها، این خیلی قیمتش مناسب بود. فکر کنم اصلا اینقدر قیمتش پایین بود، حدود اصلا 150 تومن یا 200 تومن بود. اگر ببینم واقعا نسبت به قیمتش خوبه حتما بهتون میگم بگیرید. کامنتاش خوب بود ولی من باید خودم اینو استفادهش بکنم تا ببینم. اینا پسرا هم تا استفاده بکنن چون آبرسان داره. بوش خوبه؟ آره بوشون همشون خوبه. بعد اگر واقعا آبرسان باشه پسرها هم میتونن ازش استفاده بکنن روی موهاشون. کلا سعی کنید محصولات
مو رو خیلی به ریشه موهاتون نزنید، چون ممکنه آسیب برسه. دقیقاً. خب بچه‌ها اینم ویدیو امروز ما، امیدوارم که خوشتون اومد. اگه بازم دوست دارید با بچه‌ها ویدیو بذارم حتما تو کامنت ها بگید. هر کی هم که خواست سن ترنم جان یا امین جان رو بدونه حتما به من دایرکت بده و من تقلب میرسونم که چند سالشونه، ولی پیج خودشون رو براتون میذارم، میتونید برید از خودشون بپرسید. دوستتون داریم. خداحافظ. خداحافظ.